علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج، شاعر بزرگ تبری زبان و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبی در تمامی تاریخ ادبیات ایران است. پیش از زمانه نیما ادبیات کهن فارسی گرچه قرنها افتخار و شوکت و شکوه برای ایران زمین به ارمغان آورده بود، اما در دوران جدید و به ویژه پس از انقلاب مشروطه به دلیل دگرگونی‌های پیاپی تاریخی و تغییرات شتابان اجتماعی، شعر کهن پارسی چهره‌ای رنگ باخته و بیرمق به خود گرفت و قالب‌های سنتی شعری توانایی بازتاب احساسات نوپدید نسل جدید و طبقات اجتماعی نوین جامعه ایران را از خود نمایان نمی کرد و از این رو شعر پارسی در قید و بند این قالب‌های کهن در خاموشی و ناکارایی بارزی به سر می برد. اما در همین هنگامه حساس بود که نیما یوشیج، ادیب و شاعر بزرگ مازندرانی، در گستره ادبیات ایران ظهور کرد و با احساسات لطیف و استعداد سرشار خود روحی تازه در کالبد فرتوت ادبیات فارسی دماند و با پدید آوردن سبکی نوین در شعر فارسی شیوهی جدید و متناسب با روح زمانه خود را پدید آورد. شیوهی که هم موسیقی واژگانی شعر پارسی را به زیبایی دگرگون کرد و هم ظرفیت‌ها و توانایی‌های والای زبان فارسی در بیان احساسات گوناگون شاعرانه در گستره‌های اجتماعی، فردی، تاریخی و فلسفی را نمایان ساخت و به واقع تعریفی نوین و والا از شعر فارسی به دست داد. برخلاف گمان بیشتر مردم، نیما یوشیج نخستین سراینده شعر نوی فارسی نبوده است، چرا که پیش از او بزرگانی چون استاد ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی زنده یاد، میرزا تقی رفعت تبریزی و استاد گرانقدر تاجیک صدرالدین عینی و نیز چام سرایان پیشروی چون شمس کسمایی و جعفر خامنه‌ای به سرایش شعر نو و تلاش برای رهاندن ادبیات پارسی از قالب‌های سنتی همت گمارده بودند. اما برآمد همه تلاش‌های این بزرگان به اندازه و به گونه‌ای نبود که بتواند مبانی تئوریک شعر نوی فارسی را پایه‌گذاری کند. از این رو همه این تلاش‌ها ناکام ماند تا آنکه زمانه نیما فرا رسید و او با تحمل دشواری‌ها و ناگواری‌های فراوان در زندگی ادبی خود سرانجام یک تنه این مهم را به سرانجام رساند و با همت بلند خود مسیر تاریخ شعر و ادب فارسی را تغییر داد و از این روست که او را پدر شعر نوی فارسی نامیدند. نیما نخستین کسی بود که به گونه‌ای دقیق چهارچوب شعر نو را مشخص کرد و خود خردمندانه و هنرمندانه اشعار زیادی به این سبک سرود و تأثیر والای این شیوه شعری را به جامعه ادبی معاصر خود باوراند و از این رو نسل نوین شاعران بزرگ زمانه ما همگی وامدار تلاش‌ها و نوآوری‌های نیما می باشند. جایگاه نیما یوشیج در تاریخ ادب فارسی آنچنان پرفروغ و گرانقدر است که این شخصیت سترگ مازندرانی در میان مفاخر پرشمار تاریخی و ادبی و هنری ایران بیگمان یکی از سرآمدان گستره تاریخ و فرهنگ این سرزمین به شمار می رود. نیما در کنار کار بزرگ خود در گستره ادبیات پارسی زبان مادری خود را فراموش نکرد و مجموعه اشعار ارزشمند و گرانقدری
به زبان طبری به نام مجموعه روجا نیز سرده است.